به پادکست قصه های شهر ما خوش اومدید. در این پادکست ما قصه و داستانهای آدمهایی رو که توی این شهر و شهر قصه های ما زندگی میکنن رو روایت میکنیم. چند شب قبل تیم ملی فوتبال آلمان در مسابقات جام ملت‌های اروپا یورو 2024 در مقابل اسپانیا شکست خورد و از گردونی مسابقات حذف شد. حرف و حدیثایی بود که چه اتفاقی افتاد و یا چه داستانایی پیش اومد. اما اگه از همه اونا بگذریم و تمام ماجراهای VAR و اتفاقات دیگه، به عنوان یک کسی که طرفدار تیم ملی فوتبال آلمان برای سالهای زیادی بودم، دوست دارم یه روایتی رو بگم براتون از متنی که 2 سال پیش در مسابقات جام جهانی قطر نوشته بودم در وصف تیم آلمان. اگر این محتوا رو دوست دارید با من همراه باشید تا قصه‌ای رو روایت کنم از پسری که از بچگی عاشق تیم ملی فوتبال آلمان بوده. با من همراه باشید. When you get older, plainer, saner, when you remember all the danger we came from, burning like embers, falling tender, longing for the days of no surrender years ago. Then will you know? So smoke 'em if you got 'em, 'cause it's going down. All I ever wanted was you. I'll never get to heaven 'cause I don't know how. Let's raise our glass up to all the things I've lost on you. Oh, tell me I've been lost on you. Oh, just if you could cut me loose. Oh, everything I've lost on you is I lost on you. اکثر بچهای پسری که توی دهه من به دنیا اومدن طرفدار یکی از تیم‌های بزرگ جهان بودن. حتی بعضی اوقات تصور می‌کردیم که از ایران بیشتر اون تیم‌ها رو دوست داریم. یه طوری که باور کرده بودیم بچه‌های کوچه ما قیافه‌هاشون شبیه تیم منتخب جهانه. مثلا یکی از بچه‌ها که خیلی فوتبالش خوب بود اما یکم سیاه چرده بود رو پله صدا می‌کردیم. اونی که موهاش بلند و به هم ریخته بود رو رودگلید. من رو چون عاشق آلمان بودم به هم میگفتن کلیزمن. حسین همکلاسی دوره ابتداییم که بیشتر وقتها توی یه تیم بازی میکردیم و با هم مثل سوباسا و تارا میساکی پاسکاری میکردیم رو حسین فولر خطاب میکردیم. حالا کاری هم نداریم که این تارو چقدر فامیلیش نامناسب بود در زبان فارسی. میساکی؟ تارو میساکی؟ یه جفت داداش دوقلوی تکنیکی هم داشتیم که بهشون میگفتیم برادران باجو، چون همش در نبود دنیای اینترنت و کمبود اطلاعات فکر میکردیم روبرتو باجو و دینو باجو اخوی همدیگه هستن. حالا کاری هم نداریم که داستان پایتخت اون جایی که بهتاش میخواست بگه باجو رو میگفت باجو. حتی تا اونجا پیش رفته بودیم که پایین و بالای کوچمون که به اسم کوچه دوم معروف بود رو 2 تا دنیای متفاوت میدیدیم. واسه همین به سبک بعضی کشورها کوچه رو دوم شمالی و دوم جنوبی اسم گذاشته بودیم. همیشه هم دعوا و بزن داشتیم و وای به اون روزی که یه جمعه میشد و ما که بالای کوچه‌ای بودیم از پایین کوچه‌یا میباختیم. تا 2-3 روز سرمون رو تو مدرسه بالا نمی آوردیم از خجالت ترس از تحقیر شدن. اما درد بزرگتر اون زمانی بود که به کوچه بغلیام میباختیم. چون یه تیم منتخب از شمال جنوب میرفتیم واسه دفاع از شرف و ناموس فوتبال کوچه و هر باخت حکم تسخیر اعتبار کوچه دوم رو داشت. هرچند واسه دید زدن دخترای کوچه بغلی
و دل به دست آوردنشونم مجال خوبی بود. اون زمانا خیلی ژل و اینجور چیزا مد نبود، واسه همین موها رو بی دلیل خیس میکردیم و با هر ورجه ورجه‌ای خیلی دیوانه‌وار سرمون رو تکون میدادیم که مثل این شوهای خارجی عرق و آب موها به اطراف به طرز سکسی پرتاب بشه. چه کارها نکردیم که در اون عنفوان نونهالی خودی نشون بدیم. اما اگه از اینا بگذاریم، من کلیزمن بودم و رابطه‌ام با آلمان بیشتر از یک اسم بود. با باختاش گریه میکردم، با برداش انرژی میگرفتم و میرفتم توی کوچه از اول تا آخر زمین رو دور میزدم. البته بعد مدتی چون بازیم اونقدر در فوروارد خوب نبود، واسه کمیته فنی کوچه دوم مرکب از شمالی جنوبی به این نتیجه رسید که من دروازه‌بان بهتری هستم و بهتر از کلیزمن به آندریس کوپکه تغییر اسم بدم. جام جهانی 94 بود. آلمان با اون لباسای خوشگل سفید و پرچمش که به صورت مورب و شکسته روی لباسش بود توی 8 تیم خورد به بلغارستان و اون تیم عجیب و غریبش، هریستو استویچکوف چپ پا که در دوران اوجش بود و ایستگاهی میزد به سبک خدا بیامرز فرانس پوشکاش، و البته اون کچل لعنتی لشکوف که با یه هد شیرجه‌ای همه آرزوهای من و بقیه جرمن دوستان رو پرپر کرد. Goodbye my love, goodbye. بزرگتر که شدم ایران و آلمان توی 98 خوردن به هم و یه احساس دوگانه. ایران که زور بردن آلمان رو نداشت، ما الکی بالا پایین میپریدیم که حداقل ایران یه توپ رو نزدیک محوطه‌شون برسونه. از اون طرف هم توی دلم دست به دعا و نذر و نیاز و خواهش از آلمانی ها که آقا جان به حرمت این همه سال دوستدارتون بودن و سر باجه و پله کوچه رو شکستن حداقل کمتر گل بزنید. و هر صورت اون بازی رو مثل بره باختیم. اما در واقع من بردم چون آلمان رفت تو 8 تیم. دوباره سناریوی تکراری 8 تیم و این بار کرواسی، شوت مرگبار چپ یارنی، گلای داوشوکه و خداحافظ جام جهانی. بگذاریم 2002 جبران کردیم و شدیم تیم دوم جهان، هرچند با برزیل قهرمان و مثلث مرگ رونالدینیو، ریوالدو و رونالدو بیشتر از این هم انتظاری نبود. 2006 حذف در نیمه نهایی توسط ایتالیا قهرمان مسابقات. 2010 حذف توسط اسپانیا قهرمان مسابقات. و اما 2014 آبکش کردن برزیل، برد در مقابل فرانسه، پرتغال، آرژانتین و قهرمانی، چیزی که کمترین شایستگی آلمان و لشکر هجومیش در اون مسابقات بود. دنیای فوتبال برای من همونجا با قهرمانی آلمان تموم شد و رویای بچگیم که این تیم رو در صدر جهان ببینم محقق شد. جام‌های جهانی بعد از اونم که دیگه مهم بود و مهم نبودش، نه بود و نه نیست. چرخ دوران گذشت، رسیدیم به جام جهانی قطر. آلمان در 2024 در شروع بازی اول کاری کرد کارستان.
در اوج خفقان و جو امنیتی که قطر برای هر نوع تفکر و باوری ایجاد کرده بود، در روزگاری که مردم ایران در ایران تحت شکنجه، ظلم، کشتار و تحت فشار دولت و حکومت ایران قرار داشتن، آلمانی‌ها کاری کردن کارستان. در زمانی که هیچ کس حرف نمیزد و همه جا سکوت شده بود، آلمانی‌ها کاری کردن کارستان. دستشون رو گذاشتن روی دهانشون موقعی که با همدیگه عکس گرفتن و عکس تیمی. و این فقط تیم آلمان بود که جسارت و شجاعت به خرج داد، فریاد اعتراض بخشی از اقلیت‌های جنسی شد و با این حرکت نمادین به جهانیان یادآوری کرد که ما آلمانی‌ها کمی متفاوتیم. به هر صورت آلمان از مسابقات جام ملت‌های اروپا حذف شد، اما در دل من ماندگار و ماندگارتر. چه ببری چه ببازی دوست دارم. آلمانی دوست داشتم. No matter how many times that you told me you wanted to leave, no matter how many breaths that you took, you still couldn't breathe. No matter how many nights that you lie wide awake to the sound of the pouring rain. Where did you go? Where did you go? Where did you go? As days go by, the night's on fire. Tell me, would you kill?